مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. اما این قیمت یورو دلار حال دل کسی رو خوب نمیکنه. حتی اون پولدارش هم حال دلش خوب نیست. به قول یکی از این دوستای ما که میگفت آقا خوش به حالت، شما خارج از کشوری یورو دلار بفرست واسه خانواده‌ات تو ایران واسه ملک و زمین بخره. به حال دلار شده 60,000 تومان و چنین و چنان که امروز میخوام راجع به آینده دلار بگیم، راجع به وضعیت مملکت بگیم که داره میرسه به سمت فروپاشی اقتصادی و زمزمه‌های عوض شدن حتی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران هم وجود داره. خلاصه وضعیت اون مملکت قاراشمیش و عجیب و غریب شد و خیلی ها میخوان اصلا از اون کشور بیان بیرون و برن تو کشورهای مختلف پناهنده بشن. یعنی واقعیت جامعه ایران الان همینه. اول از این داستانه شروع بکنم که یکی از این دوستای ما به ما گفته بود که آقا یورو دلار بفرست تو ایران وسط ملک و زمین بخرن. عزیز من، الان در حال حاضر قیمت ملک و زمین توی ایران از کف نیویورک هم گرونتره، از کف آلمان و انگلیس و برای بچه‌های استرالیا و کانادا و جای مختلف و سوئد و حالا همینجوری کشور داره تو ذهنم میاد. ملک تو ایران از همه جای جهان گرونتره. شما با 20 میلیارد تومان تو ایران نهایت میتونی از مرکز شهر تهران به پایین خونه بخری. تهش هم تعدیگش هم هرچی باقی موند رخ کار یه پرایدی بخری بندازی زیر پات. به خاطر اینکه اون مملکت دایورت روی تخم مرغ‌های مسئولین سیستم مدیریتیش. اما با همون پول، یعنی شما با 20 میلیارد تومان، قابل توجه این افرادی که حالا میخوان سرمایه گذاری کنن، با 20 میلیارد تومان شما میتونید توی آلمان، اسپانیا، پرتغال، هلند و جاهای مختلف یه خونه خوب رو به بالا بخری. بعضی جاها میتونی حتی لاکچری بخری، بستگی به شهرش داره. و تعدیگ اون پوله میتونی بری یه ماشین آخرین مدل بنز و بی ام و چیزهای مختلف هم بندازی زیر پات. و این سیستم مملکتداری توی ایرانه و الان هم دقیقاً یه داستان همیشگی و قدیمی هست. میگه که سیاستمدارها مثل مرغ میمونن، وقتی که تخم میذارن سر و صدا میکنن و هیاهو دارن و مدام میرن اینور اونور مصاحبه میکنن، وقتی که سکوت میکنن قطعا ریدن و احتمالاً نتونستن تخم بذارن. سیستم الان سیاستمداری اون مملکت هم همین شده. یعنی با افزایش قیمت یورو دلار به صورت نوسانی، صبح امروز دلار رسید به 60,000 تومان، در لحظه ضبط این ویدیو دلار شده 54,000 تومان. یعنی در کمتر از 4 ساعت دلار 6,000 تومان ریخت. یعنی اون مملکت رو کی داره مدیریت میکنه اینقدر شل شخمی 6,000 تومان بری بالا؟ بعد جالبه بدونی که در کمتر از 30 روز گذشته قیمت دلار 2 برابر شده. یعنی اتفاقی که در طول 43 سال گذشته که این آخوندها تو اون مملکت دارن حکومت داری میکنن رخ نداده بوده. واسه خودشون یعنی بذارن تو اون مملکت مردم خودشون اون کشور رو مدیریت بکنن، والا بهتر میتونن مدیریت بکنن. یعنی دولت نباشه، دعواشون شد خودشون 4 تا چک بزنن تو گوش هم دیگه، حل و فصلش بکنن دیگه، نه اعدامی چیزی بشه که هر کی دلش خواست حجاب داشته باشه، هر کی یعنی اگر مردم خودشون رو مدیریت بکنن از اون سیستم جنگلگونه توی ایران بهتر میتونن مدیریت بکنن که مسئولین واسه مردم رقم زدن. میرسیم به قیمت دلار که آقا آخرش چی میشه. ببینید تو اون مملکت الان خب یه سری از سیاستمدارها و جریانهای سیاسی دارن لابی میکنن که بتونن حسن روحانی رو بکشونن به مجلس و طرح استیضاح رو به مجلس بدن که بتونن حسن روحانی که ابراهیم رئیسی، میگم تیم حسن روحانی، تیم حسن روحانی به حال قدرتی هم دارن تو اون حکومت، دارن ابراهیم رئیسی رو یه حرکتی میزنن که بکشوننش به مجلس و طرح استیضاح ابراهیم رئیسی رو رقم بزنن که البته قبل از این استیضاح یه سری پس لرزه های هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی احتمال برکناری رئیس بانک مرکزی و چند تا از وزرایی که حالا در تیم اقتصادی و مشاوران
ابراهیم رئیسی هستم با اون قطارش که گفتو که قطار پیشرفت مملکت، یا به قول خودش لوکوموتیر، به جای لوکوموتیو میگم لوکوموتیر اون مملکت داره به سمت جلو میره، ولی این حرکت قطار بیشتر رفته تو مردم. و بله دیگه، وقتی یه آخوند با 6 کلاس سواد میاد میشه رئیس جمهور اون مملکت و یه سری آدم ها بهش رأی میدن، باید هم همون آدم ها الان بزنن تو سرشون بگن آقا ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، نمیدونم گرونی یا چه اینا چنا، به خاطر اینکه به یه آدمی که 6 کلاس سواد. آخه کی تو مثلا تو حوزه علمیه میان به این افراد درس اقتصاد میدن؟ 4 تا نمیدونم آیه قرآن و نمیدونم شرعیات و حلال و حرام و چیزهای مختلف تو حوزه علمیه بهشون یاد میدن. آیا چیزی بیشتر از اینه؟ بفرمایید این زیر کامنت بذارید من ناآگاهم آگاه بشم. ایشون چه میفهمه از سیاست خارج؟ مگه تدریس میکنن توی حوزه علمی سیاست خارجی رو؟ مگه اقتصاد رو تدریس میکنن؟ مگه روابط مذاکراتی نمیدونم ارتباط با غرب یا اصلا اصول و فنون مذاکرات رو مگه اونجا تدریس میکنن؟ نه، فقط میان میگن آقا این تفسیر این آیه این بوده، تفسیر این اتفاق هم این بوده. ما میخواستیم برای یکی از این عزیزانمون موتور بخریم تو ایران. این چند روز پیش قیمت گرفتیم، هفته پیش بود 45 میلیون تومان. دیگه ما اومدیم با خودمون 2 تا 4 تا بکنیم که آیا این ما بخریم یا نخریم. 3-4 روزی طول کشید حالا منم بخوام حالا به وسیله حالا روش مختلف پول بزنم یا پول منتقل کنم که بتونم این موتور رو بخرم. آقا ما تا پول اومدیم تو این 3-4 روز منتقل بکنیم، قیمت موتور از 45 میلیون تومان شد 80 میلیون تومان. 30 خورده میلیون تومان یهویی زارت کشید رو قیمت موتور. این تازه یه قلمشه، دیگه بقیه اجناس بماند و مردمی که الان در حال حاضر توی ایران دارن کار میکنن نرم حقوقشون 7-8 میلیون تومنه. حالا یه عده میگن 10 میلیون تومنه، بیشتر از 10 میلیون نیست که. شما حساب بکن با $1000 که الان حقوق یه کارمند اینجا $2000، شما با $2000 میتونی تو ایران تقریبا $2000 میشه چند؟ میشه 100 میلیون تومان دیگه تقریبا. حالا با این حالا ما این ورانورش هم میگیم حق صرف، میشه 100 میلیون تومان. شما با 100 میلیون تومان توی ایران میتونی تقریبا اگه 10 میلیون باشه 10 نفر رو استخدام بکنی، تمام اصطلاحاً ساعت 1 ماه برات کار بکنن. نیروی کار هم توی ایران ارزون شده و خب این باعث میشه که خیلی‌ها بخوان حالا از این نیروی کار هم استفاده بکنن و ایران فکر می‌کنم داره این تلاش‌ها رو میکنه خودش رو بکنه چین دوم در جهان، هزینه نیروی کار رو کم بکنه. البته نمیتونه، میشه فیک اونها، چون اونها اقتصادی و چیزهای مختلفشون که کلا بلد نیستن. ولی چیزی که داره اتفاق میفته که اون مملکت الان داره میره به سمت فروپاشی اقتصادی و ما دقیقاً میشیم مثل کشورهای فقیر افریقایی و قابل توجه اونایی که میگفتن آره اگر نمیدونم تو ایران اتفاقی بیفته ما میشیم سوریه و ما میشیم لبنان و ما میشیم عراق و افغانستان. والا الان به شرایطی که داریم نگاه میکنیم، بلا با شرایطی که الان وجود داره، در حال حاضر شرایط افغانستان و سوریه و عراق و لبنان و ترکیه و جای مختلف 100 برابر بهتر از شرایط ایرانه. یه سر به این کش بر حداقلش ثبات اقتصادی رو دارن، حداقلش قیمت‌های ارزیشون ثابته. مگه میشه دلار امروز 60000 از 56000 تومان 57000 تومان شد 60000 تومان تا 60200 رفت، یه دفعه شد 64000 تومان. دقیقاً سیستم اقتصادی دایورت رو در و دیواره. منتظر باشید طرح استیضاح چند تا از وزیرها و ابراهیم رئیسی هم به مجلس خواهد رفت و البته اونا لابیه قوی تو مجلس دارن، به حال قالیبافو دارن و چند نفر دیگه. بعید میدونم که این طرح استیضاح به عمل بشینه، ولی واسه رخ کار و آروم کردن مملکت اگر به یه حد آخر خودش برسه این کار رو خواهند کرد. منتظر باشید. اینو گفتم پیشاپیش به عنوان پشت پرده که بدونید، شما هم نظرتون رو بگید و به من بگید آقا چجور دارید تو اون مملکت با اون گرونی ها زندگی میکنید.
من حقیقت برای من این قضیه عجیب غریبه. مرسی که تا این لحظه با ما همراه